دوستان عزیز السلام علیکم. امروز دهم ایون سال 2026 میباشد. قرار داریم در راه دوشنبه اسنبوی در نزد خانه اکای براتالی و ستیل تنها. این راه است، راهی که از طرف رودکی به طرف قبادیان و شهر توز می رود و در گرد و اطراف یگان منزلی نیست، همه چلو بیابان. این راه این و یک تا خانه اکای براتالی است. خیلی که یک مرتبه نشون دادیم، اکای براتالی یک عادت خوبی دارن که رسم خوبی دارن که در همین لبی راه یک سطل رو پوری آب کرده میمونند. من این سطل آب دارد و این برای آب نوشی. دوستان عزیز، این برای راهگذرها آب ماندگی که راهگذری که گذرد تشنه باشد آب نوشد. ما امسال یک اقدام کرده اعلان کردیم و اکای براتالی خودش آب نوشیدن نداشت، لیکن با خلق برآورده آب میموند. در همین سطل آب میموند. ما اعلان کردیم، خلق پول جمع کرد و 27,000 سومانی در بانک پول جمع کرده دادیم. یک مرتبه آمده پرسیده بودم چیکار کردی پول رو؟ گفت گاو خریدم و گندم ها کاریدم، زمین را دارو پوشیدم و حاضر خودش رو من نزدیک نمیرم چون که سگ دارد. از همین دور میبینیم که در حقیقت گاو خریدگرش رو تصدیق کرده است. آن گوساله هایش دوتا گوساله و اینچنین گندم کاشته است. من این درزه های گندم های درو کردگیش. امسال گندمش خوب شده است، هم باران هم خوب شد و هم با زمین رو ببینید. زمین رو ما که پول دادیم 27,000 خلق پول جمع کرده داد، زمین رو گفت که دورو پوشیدم. اینچنین همون ترانسفورماتور رو از لبه هم پول ساخت، برق نداشت، همون ترانسفورماتور رو با علاوه پول مردم ساخت. ما اومده خبر گرفتیم همسرشون در خانه کسل بودن، خواب بودن، ندار آمدیم و دیدیم که کسل خواب همسرشون پرسپوس کردیم. بسیار از خلق میندار شدن. یک جوان تشکر، خلق دستش در رو نبیند که 1 سوم پرتفتگی بود که 5 سوم 4,000 سومون هم پرتفتگی آدم ها بودن. خلق این یک قوه بزرگ است. خلق ما، ملت ما بهترین خلق است، بهترین ملت است. منم دیرون عزیز، انم خیلی منم ماشین ها دیدید گذشته میروند از همینجا. کدامی تشنه باشد اگر فرامده از همین سطل تنها آب می نوشند. از همین سطلی که اکای قربانی آب میموند آب می نوشند. خیلی همه کسا دست دعا میبرداریم که خدای تعالی و اهل اولی اکای قربان علی عمر دراز دهد. چون که این سطلی که در اینجا میبینید، این الان 50 سال زیاد است این عادت در اینجا موندگی. در راه آب میموند، راه گذرا خورند. همداران عزیز، چی سخنهای خوبی داره در حق اکای قربان علی گپ زنید، سخنهای گنده نگویید. در پناه خدا باشید.